الله أكبر الله أكبر. این بیماری‌هایی که امروز ماها خوف و خطر داریم و مثل بیماری سیل، ماها اون کسی که به این بیمار گرفتار شده است بهترش همین است که ماها دست به دست کنیم، مقصد یکدیگر را در زیر طبابت بگیریم، در زیر دستگیری ها بگیریم. پروردگار مهربان همین سعی کوشش ما و شما را میبینه و به او رحم میکنه و شفا را. وقتی که بیماری سیل بودم داروخوریم به حد قیم بود، دست و پاهایم کرخ میشد، بعض وقت داروهای خودم را میپرداختم. بیماری سیل تبابت می‌یابد، بیماری سیل شفای کامل می‌یابد. آدم قریب که ناامید میشود. کمک روانی در برابر داروهای ضد سیلی گفته و غذای سالم و بیمار غذای منزوی می‌بخشیده باعث شفای کامل در بیمار می‌گردد. سرکیم چخل میشود، این را به حرف هم گفته نمیشود. هر پستی و بلندی است از جانب خدا هست. ماهای خوف و خطر نداشته باشیم، فقط احتیاط داشته باشیم که خواب آنچه که شریعت گفته است یا که امروزه علم طب وزارت بهداشت ما را مسئولیت ها میده برای پیشگیری ها، برای دور ایستادن مقصد احتیاطکاری ها، این هم اطاعتش واجبه، چون که اینا همش از دیدگاه شریعت حق میزنن. امید پیدا میشود که تا نیست. رساندن کمک روانی از جانب شخصان معروف جامعه، شخصان با آبروی جامعه باز هم برای ما مهم است و تنها برای ما، برای بیماران مهم است. امید پیدا میشود که شفا مییابی. خودت هم دعا میکنی و برای شفا یافتن صبر و طاقت میکنی و داروها رو به تنفس استعمال میکنی. خداوند خودمانی با صبر و به نصیب نمیگردد. کمک روانی از جانب شخصان معروف جامعه و بیمار کمک روانی رسانید. از طرف دیگر باعث پست گشتن سطح تنظیماتی نسبت مشکلات میگردد و باعث بازگشت خوبی همون بیمار و جامعه میگردد. وقتی که با پورگی از بیماری سیل شفا مییابی، خودت را کیم چقدر قرضدار حس میکنی و با فکرم از روی تجربه گذرانده در بیماری سیل و دیگران مصلحت دهی، این همکار خوب است. اتحادیه‌های دینی برای کمک مادی و معنوی شخصان بیمار سیل علیه تجربه عملی نشان دادند. با مساعدت کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، یک نقشه به پرستاری گرفتن شخصان بیمار سیل تهیه شده است که نمونه خوب پرستاری و غمخواری اهل محل نسبت یکدیگر به حساب می رود. طبق این نقشه تهیه شده، شخصان گرفتار بیماری سیل در روند طبابت هر ماه از جانب مسجدها دستگیری مالیوی می گیرند. یعنی آن خیر و صدقات پولی که اهل نمازخوانان می کنند از حساب همین به شخصان بیمار سیل داده می شود تا اینکه بیماران تا درجه برای بهتر کردن خورد و خوراک خود استفاده نمایند. البته پرابلمی که در اینجا گفته می شود، مشکلاتی که هست، مشکلاتی همچون مسائل اجتماعی و طبی پذیرفته شده است در سطح جهان. استعمال غذای خوب چنانه که متخصصان طب میگویند یک عامل مهم برای با موفقیت شفا یافتن از بیماری سیل به حساب می رود. شرکت هر یک شهروند فعال جامعه را طلب می‌کند که در این کار فعال باشد. و ماها برادر عزیز، اونهایی که امکانیت دارن دستشان برسه
خدا فراوانی براشان داده است، رزق و روزی فراوان داده است. دستگیری کنین کسایی را که در حالتهای ناخوبند، انشاءالله که اونها تنشان صحت شد، خواب یا که مقصد از وضعیت ناخوب اونها برآمدن، در حق شما یک کف دعا میکنن، دنیا و آخرتتان آباد میشود. امام خطیبان اینچنین برای بلند برداشتن سطح آگاهیناکی مردم درباره نشانه‌های بیماری سیل و ضرورت رعایت تحمل پذیری و انسان دوستی نسبت شخصان بیمار در محل خود با اهل نمازگزاران عموما جامعه صحبت ها می کنند. اقدامی که کمیته های دینی خصوصا امام خطیبان در مسجد ها نسبت معلومات فراهم کردن نسبت بیماری سیل درباره بیماری سیل معلومات دادن. بیماری سیل را اهل تالار معرفی کردن، این هم یک اقدام خوبی هست که باعث بلند برداشتن سطح معرفت سیوی اهل جامعه‌ای که در اون اطراف هست اهل سیوی می‌گردد و اونها نسبت این بیماری فکر و رویه‌شون دگرگون می‌شود، بینششون دگر می‌شود و اونها می‌توانند که هم خود معلومات گیرند، هم نسبت شخصی که بیماری سیل را اثر گذرانده است بینش خود را، فکر خود را دگرگون سازند. که این هم یکی از اقدامات خوبی است که فراهم کردن معلومات برای ما بسیار مهم است. ماها اونهایی که به بیماری گرفتار شدن اونها را دستگیری کنیم، اونها را مقصد کمک کنیم تا که پروردگار بلا را دور کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارکشان است که رحمت پروردگار بالای جمعیت است، بالای کسایی که در هر کجا دست جمعی برای حل و فصل اون مسئله اگر جمع آمدن از یکدیگر نگریختن بلکه دلسوز یکدیگر شدن، حبیب خدا گفتن پروردگار رحمتش بالای همینا میریزه. این مهم هم فراموش نکنید که در اولی که سر وقت دریافت نکردیم بیماری سیل اگر سیل شوش باشد تخمچننده میکروباکتری سیل میگردد و او با اطراف خارج میکند و به اطراف زیان دارد. وقتی که ما با اون تبابت میکنیم بعد 2-3 هفته تبابت علاقه از تاثیر داروهای ضدسیلی از خوراک خوب از غذای روانی قطع میشود، میکروباکتری سیل خارج کردن میکروباکتری سیل قطع میگردد و اونها حق پیدا میکنند که در جامعه آزادن کردن به تاوت خود اخیر انجام رسانند. این با باعث سالمی توره هم خود بیمار هم سالمی جامعه میگن. این نقشه پرستاری با اشتراک طبیبان سیلشناس، امام خطیبان و کارمندان همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان البته نه در همه جایها بلکه در بعضی ناحیه ها همچون سنجش عملی گشته است و این را در ناحیه های دیگر هم عملی کردن کاری خیلی خوب است، چون که پول زکات اگر به شفایابی آدمان بیمار مساعدت کند چقدر ثواب می شود و بیماری نیز پهن نمی گردد. آدمان شفایافته باز به پیشبرد حیات من بعده خود می پردازند، به تربیه عائله و فرزندان و آبادی جامعه مشغول می شوند. باوری داریم انشاءالله این برای شخص زکات دهنده یک خیر جاریه می گردد. خدای مهربانی بیماری را دور گرداند، تمام نسل آدمی زاده را و ملت بسیار عزیز و با فرهنگ و با رحم و دلسوز ملت عزیز ما را پروردگار مهربان در پناه رحمتش نگه بداره و همه ما و شما را خاتمه هامان به خیر و از آفتهای آسمانی و زمینی خدا نگهبان باشه یا رب العالمین.